برادر و خواهر عزیزم، در شبکه‌های اجتماعی صحیفه تو پر از رسم و نوارهای حرام است، رسم و نوارهایی که خدا و آفریدگار تو از آن هرگز راضی نمی باشد. در گروپ‌های آبونه شده ای که سراسر همه ترغیبات زنا و فحشا است. با کلاس یا لایک ماندنت رسم و نوارهای حرام پهن می کنی و یا به یگان راه دیگر به دوستانت می فرستی. با دوست داشتت سخنان محرمانه یعنی سخنان فحش و شهوت انگیز می گویی. سبحان الله، از خداوند شرم نمی داری که در همه حال تو را نظارت می کند و از حال تو خبردار است؟ مبادا مرگ به سراغ تو بیاید در حالی که هنوز از این همه گناهان توبه نکرده باشی. العیاذ بالله. آیا این را میدانی که این همه گناهانی که انجام میدهی بعد از مرگت هم گناه آن در نامه اعمالت ثبت می شود؟ به این سخن پروردگارت خوب گوش انداز که چی می فرماید. خداوند در آیه 12 سوره یاسین می فرماید: استعیذ بالله انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. یقینا ماییم که مردگان را زنده می کنیم و آنچه را از عملهای نیک و بد که از پیش فرستاده اند و آثارشان را می نویسیم و همه چیز را در کتاب روشنگر یعنی لوح محفوظ شمار کرده ایم. یعنی هر یک عمل نیک و بدی آنها را که پیش از مرگ انجام داده اند و آثار عملهای نیک و بدی آنها را نیز که بعد از مرگ بجا گذاشته اند یعنی پس از خود گذاشته رفته اند می نویسیم و جزا و پاداش آن را البته می دهیم. پس به هوش باش که آثار آن چیزهای حرامی که پهن می کنی بعد از مرگت هم باقی می ماند و در نامه اعمالت گناه ثبت می شود. العیاذ بالله. پیش از آن که مرگ به سراغت بیاید و یا عذاب خداوند در همین دنیا دامنگیرت شود، از این همه گناهان توبه نصوح و صادقانه کن و به سوی خداوند بازگرد. خداوند همه ما را از تمام گناهان پنهانی و آشکارا توفیق توبه نصوح و صادقانه نصیب و روزی بفرماید و در دنیا و آخرت کامیاب و رستگار بگرداند. آمین یا رب العالمین. و السلام علی من اتبع الهدى. دارم گناهی به عدد، یا رب مرا رسوا مکن. از لطف تو خواهم مدد، یا رب مرا رسوا مکن. ای خالقی ارض و سما، ای مشفقی شاه و گدا، جرمی